سلام، چطورین؟ خوش اومدین به دوره رادیو فرکانس برای هکرها که داخلش در مورد اینکه چجوری رادیو فرکانس توی هک یا حالا چیزای این چینی به کار میره حرف میزنیم. توی ویدیو قبلی که ویدیوی صفر محسوب میشد ما در مورد اینکه رادیو فرکانس چی هست و حالا با چه زبانی با رادیو فرکانس با هم دیگه حرف میزنن گجت ها حرف زدیم. و الان چون که یه جورایی میشه گفت که توی عکسی هم که دیدیم رادیو فرکانس به چندین بخش یه جورایی مثلا تقسیم میشد که پایین ترین بخشش همین VLF. اجازه بدیم من این پن رو بیارم بالا. اپیک پن. خیلی خوب. بیا بالا داداش، بیا بالا برادر من. حالا هرچی. آره، از اونجایی که VLF بود، خب مریتایم رادیو نویگیشن داخلش هست، چیز زیادی نداره که من بخوام براتون مثال بزنم یا انجامش بدم. ولی یک سری چیزها هستن که داخل VLF میتونه برای ما به عنوان یک حالا نرد یا هکر یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم یک مقداری جلب توجه بکنه و بریم سراغش. واسه همینم اجازه بدین از هوش مصنوعی بپرسیم که دیگه من نرم گوگل بزنم. بچه شما برین گوگل بزنین هر چیزی که نیازتونه و داخل هوش مصنوعی نپرسین. من توی هوش مصنوعی چیزی که بلد هستم رو دارم میپرسم که زمان خیلی زیادی ازمون نگیره، سریعتر بتونم بگم که آره اینا مثلا هستن و با این مشخصات و این حالات و اینا هستش و مثلا به در شما میخوره. من مثلا میشه گفت که شاید 7 10 سالی که دارم هی گوگل سرچ میکنم، بعد 7 10 سال دیگه دارم میرم با AI حرف میزنم. مثلا همین شما برین سراغ گوگل، زیاد سمت AI نرین. همونطور که دارین میبینین و قبلا هم گفتم 3 تا 30 کیلو هرتز خود VLF. خب VLF طول موج بسیار زیادی داره، دقیقا مثل هم که اینجا دیدیم و دفعه قبلا با هم دیگه حرف زدیم در موردش. 100 کیلومتر لامصب چیزشه، چی میگم، ویولنگز. الله اکبر، من بازم انگلیسی رو میگم. طول موجشه. خب و 100 کیلومتر خیلی زیاده بچه، یعنی جوریه که میتونه توی همه چی بره، توی آب بره، توی خاک بره، توی هر چیزی که حتی فکرشون نکنین یا بکنین هم بره. و برای همین برای چه میدونم مثلا زیردریایی و چیزای دریایی و نویگیشن از اینجورا خیلی به درد میخوره. چون که دیگه مثلا طرف میتونه به عنوان یه زیردریایی خیلی راحت بگیره و زیاد مثلا خودش تابلو نکنه. بعد زیردریایی دیگه کلی توی عمق آب داره میره میاد و میخواد که چه میدونم استیلسی باشه، چی میگم بهش، مخفیانه عمل بکنه. واسه همینم به درد اینجور چیزا میخوره. توی بیشتر نظامیا به درد میخوره. توی افرادی که من دیدم بیشتر رادیو، سیگنال تایم و تایم سیگنال و اینجور چیزا به درد میخوره که زیاد به درد هکر جماعت یا نرد جماعت نمیخوره. کسی که دوست داره رادیو فرکانس رو شاید براش جالب باشه، ولی خود VLF آنقدر چیزی نداره که به درد چه میدونم کسی که از ذهن یه هکر داره نگاه میکنه به دردش بخوره. چیزی که داخل VLF هست، اینجا داداش گلمون کوپایت هم بهمون گفته، لانگ دیستنس کمیونیکیشنه که میتونه تا کلی مثلا مسافت خیلی دوری ببره و پیام رو برسونه. منتها یه مشکلی هست این وسط. مشکلی که هست احتمالا داخل این چیزی که نوشتم گفته باشه، حالا بهش میرسیم احتمالا. مشکل اصلی که هست اینه که آقا شما میتونین VLF رو بگیرین، ولی واسه ترانسمیتش فرستادن VLF به مشکل برمیخورین. چرا؟ چون که VLF از اونجایی که خیلی ویولنگس خیلی زیادی داره، 100 کیلومتر واقعا زیاده و به خاطر همینم یه قدرت خیلی زیادی میخواد که اینو بتونه بفرسته. یعنی هر آنتنی، هر فرستنده ای نمیتونه بفرسته. حالا من اگر مثلا اینجا بنویسم که VLF ترانسمیتر، خب میاره. به علاوه اگر بنویسم DIY VLF ترانسمیتر، احتمالا یه چند تا چیزی بیاره که ملت خودشون ساختن که حالا مثلا چه کوچولو که به دردشون بخوره.
ولی مسافت آنچنان خوبی قرار نیست که بگیره. یعنی فکر نکنید که الان شما مثلا این چیزی که روی چیزای نظامی هست اینا رو میتونین توش دخیل باشین، چون واسه چه میدونم برای اینجور کارا شما به یک آنتن واقعا عین اینا دکلتوری نیاز دارین، خب که بتونین که روی اون مثلا نظامی ها خیلی کاری عجیب غریب بکنین، حالا یا مثلا مختلشون بکنین، اسفوف بکنین، اسنیف بکنین. اسنیف رو میشه انجام داد چون در هر صورت داره میاد دیگه، اون فرکانسه داره هی میاد سمت ما و ما با کوچیکترین چیزی میتونیم اونو بگیریم. خب ولی فرستادنشه که واسه ما مشکله، واسه همینم روی فرستادنش زیاد مانور نمیدیم. منم آنتن مانتنی چیزی که درست درمون باشه به درد ویرف واقعا بخوره ندارم. اینجا یه چند تا چیز میز هست، حالا من نرفتم بخونم، همین الان یه سرچ زدیم اینا رو آورد. احتمالاً بله اینا VLF رو میتونن ترانزیت بکنن ولی به یک مسافت خیلی کمی یا با یک قدرت خیلی کمی، یا احتمالاً یک بخشی از VLF رو، نه کل VLF رو. واسه همینم توی فرستادنش کلاً به مشکل برمیخوریم. این از این. یه دونه سیگنال هانتینگ داریم که میتونن که دیتکت بکنن، یعنی ببینن که مثلا سیگنالی که داره میاد خب چیه و از کجا داره میاد. ببینید سیگنال خیلی زیادی توی VLF میتونن بیان، از نظامی ها میتونن بیان، از این بلایای طبیعی که هستن مثل زمین لرزه و چه میدونم رعد و برق و سیل و این چیزا توی VLF خیلی میفرستن که آره مثلا فلان جای زمین الان زمین لرزه اومد یا مثلا فلان اتفاق افتاد. از اینجور چیزای ژئوفیزیکال و اینجور حرفا توی VLF بسیار زیاده. حتی خودشون هم بعضا به صورت طبیعی VLF تولید میکنن و میفرستن. واقعا یعنی اصلا شوخی ندارم، خود طبیعت بعضا توی بعضی از چیزها تا جایی که من دیدم و خوندم اینطوریه که مثلا یه اتفاق طبیعی میفته، در اثر اون یه انرژی آزاد میشه که به صورت مثلا رادیو فرکانس توی اون VLF حالا میاد. ولی خب چیزی نیست که به درتون بخوردی. حالا مثلا من دیدم که بعضیا میگن آره به موزیک زمین گوش بدیم با VLF و از این جور چیزا. قضیه همینه، مثلا خود چه میدونم وصل میکنم به یه زمین یه چیزی رو و تبدیلش میکنم به الکتریسیته، حالا لرزش ها یا هر چیزی که ازش میاد رو، و اون رو مثلا گوش میدن، اسمش رو میذارن موسیقی زمین یه همچین چیزایی. یه همچین چیزایی هستن که به هر حال به دردش میخورن. ولی یه چیزایی هم هستن که به درد ما این وسط میخورن. چی هستن؟ مثلا آقا یه چند تا از این مثلا دزدگیرای ماشین و گاراژ دور اوپنر که همون از این کرکرا میشه که میده بالا میاد. ببین دزدی که دیگه همه ماشینا دارن، یه دکمه میزنی وا میشه، دکمه میزنی بسته میشه. دونم که اصولا واسه جعبه است که خدا شکر بگم صاحب از اون مت نداره. اینم که همون کرکره هست که توی ایران فکر کنم از اینا نداریم، یه ذره این کرکره لوله ای مانندا داریم. حالا مهم نیست دیگه، همش تقریبا یک چیزه. حالا من در بیام ازش. اینا هم بچه ها اسمارت لاکن. توی بعضی از خونه ها توی ایران من ندیدم خیلی استفاده بشن. مثلا تک و توک توی شهرهای خیلی بزرگ، تبریز و تهران و اصفهان اینجور جاها خیلی تک و توک، اونم نه مثلا همه خونه ها یا خیلی از خونه ها. عملا شما یه دونه آچار پیچوشتی برداری ببری خونه وا کنی به صرفه تره تا اینکه با VLF بخوای خونه وا کنی. یه همچین حالتی. واسه همینم زیاد اسمارت لاک به دردمون واقعا نمیخوره. واسه کارکیفوب و گاراژ اوپنر یه چند تا چیز میز داریم مثل اسنیفینگ و اسپوفینگ و اینجکشن و اینجور چیزا که میتونه به دردمون بخوره. من دوروبرم فکر نکنم چیز خاصی داشته باشم که باش عملا نشون بدم، ولی سعیمو میکنم گیر بیارم ماشینی که حالا بشه یا کرکره‌ای که بشه باهاش یه کاری کرد. یه چیزی هم هست این وسط به اسم ریپلی اتک بچه‌ها که علامت توضیح میدم، اکثرا با اون میشه که انجامش داد، مگه اینکه حالا به صورت اختصاصی واسه خود اون شرکت یا کمپانی که اونو ساخته یه مثلا دیفنسی، یه چه میدونم مقاومتی روش گذاشته باشه. یه چند تا چیز میز داریم توی VLF که میتونیم انجام بدیم. یکیش اسنیفینگه. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم گوش بدیم که الان
امواج ویرف که دور برمون دارن میرن میان چی میگن و چیا روشون دارن. اینو میتونیم انجام بدیم. خیلی ساده دونه استیار شارپ اگر بیاریم بالا میتونیم که خیلی ساده ببینم نصب دارم ندارم چجوری هست. فکر کنم ندارم آجی، فکر کنم زیاد مطمئن نیستم. دارم آقا استیار شارپ دارم. یه دونه استیار شارپ که یا ابرفاز کو اینا استیار شارپ که بیاریم بالا میتونیم بهش بگیم که از RTL استیار، همون RTL استیاری که بهتون نشون دادم آبیه، بهش وصل بکنین. اینجا واسمون میاره که الان پیشم نیست، حالا توی ویدیو بعدی چون روی استیار شارپ هم قراره که کار بکنیم، مخصوصا موقعی که میخوایم روی بی سی ما مثلا گوش بدیم یا حالا کاری رو انجام بدیم. اینجا میبینید من واکی تاکی رو دارم اینجا. خب فرکانسشو یه دونشو سیو کردم، بوکمارکش کردم، به خاطر اینکه دور و بر من روی این فرکانس، جایی که من هستم توی تبریز، روی این فرکانس از این واکی تاکیایی که واسه عمران و ساختمان استفاده میشه خیلی زیاد استفاده میشه، دقیقاً هم رو همین فرکانس. خب واسه همین من سیوش کردم و توی بعضی از جاها متفاوته، بعضی از اینا واسه همین. کلا بچه استیارشا به درد این میخوره که ما به امواج گوش بدیم و ببینیم و حالا بعضا این کار دیگه هم باشون بکنیم. زیاد مثلا روی اینجکشن و این چیزا بهمون کمکی نمیکنه، از اونجایی که ما RTL استیارمون فقط ریسیوره و ترانسمیتر نیست، نمیتونیم زیاد کار خاصی بکنیم، ولی حالا سعیمون رو میکنیم. خیلی خوب آقا، میتونیم اسنیفینگ انجام بدیم، میتونیم اسپوفینگ انجام بدیم. یعنی مثلا به یک فرض بکنیم که یک گاراژی هست، خب که کرکرش مثلا طرف اومد زد وا شد، ما بهش به اون کرکره میگیم که اون کسی که صاحب توه و داره اونو میفرسته اون منم. خب یه جورایی به این میشه گفت اسپوفینگ، به صورت اگر ساده بخوام بگم. یه چیز دیگه هم داریم که خیلی بهتره واسه این جور چیزها و توی رادیو فرکانس اصولا بیشتر به دردمون میخوره، اونم ریپلی اتکه. یعنی چی؟ یعنی ما یک فرکانسی رو بگیریم همون رو دوباره بفرستیم. خب مثلا یه جور میشه کپی کردن دیگه. دیدیم مثلا چه میدونم دزدی ماشین میبری کپی بکنی یه دونه دزدی دیگه هم واسش بگیری، یا مثلا میبری واسه یک هکری خونتون مغازه اینو از این کلید کپی بکنی. دقیقا همونه دیگه، دقیقا همونه. یعنی شما از اینایی که چی میگم بهش، ببین ریموتو هستم واسه گاراژ دور، حالا یه چند تا اینا. خب یه همچین حالتی و من تو ایران هم دیدم که دارن و سریع میشه پاکش کرد روش، حالا چیزی که میاد رو بهش گفت که اوکی اینو کپی کن. خب از اینا داشته باشین واسه فرکانسی که داره، رسما شما میتونین ریپلی اتک انجام بدین. چجوریه؟ شما میتونین بهش بگین یا پاک کن از روته و حالا گوش بده. طرف اونجا مثلا زد که گاراژ وا بشه، اینم میگیره دیگه، داره به همینجا میفرسته، فقط به یه جا که نمیفرسته. واسه همین شما میگیرین اونو سیو میکنه واسهتون. الان دیگه شما میتونین در گاراژ مثلا همسر رو وا کنین یا مال خودتون رو وا کنین. بچه‌ها که میگم و نرین روی همسر تست کنین. یهو دیدی طرف گیر بود دیگه، به جای باریک کشید وضعیتتون. سعی کنین روی جای حالا آزمایشگاهی و کنترل شده، مثلا روی خونه خودتون، روی ماشین خودتون، روی گاراژ خودتون این کارو بکنین. چیز خیلی ساده ایه. حالا بیا اینجا هم ریپلی اتک رو به عنوان اولین اتک گفته، به عنوان ریل والنربیلیتیز که والنربیلیتیز. چرا من هر سی دارم اینا رو سری میگم خدایا. آره ریپلی اتک به عنوان اولیشه. چرا؟ چون که اکثر دیوایس هایی که گجت هایی که ما داریم الان توی دنیا یه چیزی رو به صورت فیکس میفرستن دیگه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیزی رو عیناً همون رو هر دفعه میفرستن، هیچ چیزیش تغییر نمیکنه. بعضیاشون یه تیکه خیلی کوچیک از دیتاش فرق میکنه که اون مثلا یه حالت مثلا چجوری بگم ریل تایم اتنتیکیشنی بهش میده. خب که توی خیلی چیزای دیگه مثلا خیلی لاکچری و خیلی پر امنیت و اینا استفاده میشه، نه توی مثلا گاراژ خونتون و چه میدونم
سویچ ماشینتون و اینجور چیزا. اینا دیگه همشون یه چیز ثابتی رو هر دفعه دارن میفرستن، واسه همینم میشه کپیشون کرد، و الا اونایی که اونطوری نباشن رو نمیشه کپی کرد. عملا هر چیزی رو که میبینین ملت میبرن بیرون کپی میکنن رو شما میتونین روش تست نفوذ انجام بدین. تست نفوذ هم که همون ریپلی اتک رو انجام بدین در واقع، و حالا دسترسی رو بگیرین. رول جمع اتک داریم توی ایران، من ندیدم زیاد به درد بخور خدا وکیلی. اینطوری که مثلا تو میای جمینگ انجام میدی و دومین چیزی که میاد رو کپی بکنی. چیزایی توی VLF داخل ایران ندیدم به دردش بخوره. ببینید مثلا توی وای فای، مثلا اگر بخوام مثال بزنم، شما میای چی کار میکنی؟ کسی که به یک وای فای وصله و هیچ آسیب پذیری نداره، میای عمل جمینگ رو روش انجام میدی. به کسی که وصله کاری میکنی که دیگه وصل نشه، یعنی به مودم وای فای میگی آقا اونو قطعش کن، اونم میگه چش رو چشم، قطعش میکنه. و حالا دوباره طرف مجبوری که کانکت بشه. موقع کانکت شدن رمز رو همراه خودش به صورت رمزنگاری شده میفرسته به اون مودمه، حتی روی هوا میقاپیش. تو که اینو میقاپی بهش میگن رول جمع اتک. تو اومدی عملیات جمعی رو انجام دادی، دفعه دومی که بلافاصله بعد از اون، یا حالا یه مدت بعد، یا حالا هر موقعی اومد و طرف رمز و فرستا، تو اونو میگیری. حالا اگر اون رمز کاملا اوپن باشه، باز باشه، انکریپت شده نباشه، رمزنگاری شده نباشه، میتونی خیلی ساده برداری استفاده کنی. اگر باشه مجبوری یا رمزنگاری رو بشکنی یا کرکش کنی. خب یعنی یا دیکریپتش بکنی یا کرکش بکنی، که اصولا کرک میشن و دیکریپت نمیشن، چون اگر میشدن تا الان عوض میشدن. بعضیشون هستن حالا دیکریپت میشن ها، مثلا 2G اینا قشنگ راحت دیکریپت میشن. واسه همین ریلی اتک هم داریم. خب اینطوریه که مثلا چجوری بگم، تو میای گولش میزنی دیگه طرف مقابل رو. خب انگار مثلا داری میای کش میدی، نمیدونم چجوری به فارسی توضیحش بدم، واقعا اینا دیگه عاجزم. میشه ریل اتک رو به فارسی یکی بهمون توضیح بده تو رو خدا؟ میشه ریل اتک مهاجم ارتباط بدون دستگاه یا سیستم را رهگیری سپس آن را به گونه مجددا ارسال می‌کند که سیستم ها تصور کنند در نزدیک یکدیگر قرار دارند. ای بگی نگی راست میگه، یه همچین حالتیه. بازم چیز زیادی توی ایران نداریم. از اینایی داریم که مثلا ماشین کیلسه، خب کلید باید تو جیبت باشه که ماشین روشن بشه، از اینا داریم. ولی توی ایران اونقدر نیستن دیگه، خودمونیم. بیشتر پراید و 206 ان توی ایران، بخوایم معمولی حسابش بکنیم. اینا هم که دیگه با سویچن، کیلس نیستن. مثلا اینجور چیزا رو، مثلا این کیلس ماشین ها رو، ماشین کیلس رو میتونید اینجوری گول بزنید با ریلی اتک. حالا میگم چیز زیادی داخل ایران نداریم. چرا بهتون الان عملی توضیح نمیدم؟ چون که این ویدیو کلا تئوریه. نمیدونم یادم رفت یا گفتم داخل ویدیو، اول ویدیو، که این ویدیو صرفا تئوری VLF و چیزایی که به درد میخورن و داخل ایران میشه استفاده کرد ازشون رو، اگر توی واسه الان نه، واسه کل دوره، اگر توی مثلا ویدیوهای بعدی قرار نشد که بگم، بعد از این ویدیو تئوری یه دونه سری واسهتون میگیرم میذارم که آقا ویدیوی بعدی آموزش چیزایی که توی تئوری قبل گفتم. خب ولی اگر قرار باشه که مثلا توی 3 تا از جاهای دوره یک نوع اتک رو استفاده بکنم، یک نوع مثلا چیز رو استفاده بکنم روی یک گجت واحدی، روی یک مثلا دستگاه واحد، اون موقع دیگه همش یه جا جمع میزنم، 3-4 تاشو با هم یه دونه ویدیو میکنم دیگه. نیام 10 تا ویدیو بسازم هر کدوم یه دونه یه دونه. خب واسه همین عملا شما کاری که میتونین بکنین واسه سویچ ماشین و کرکره خونه و مغازه و رادیو هم که میتونین فقط گوش بدین حال کنین. چیز خاصی نمیتونین بکنین. یعنی اگر بخواین رادیو مثلا خودتون ترانزیت بکنین، من VLF اصلا پیشنهاد نمیدم، چون ملت مثلا HRF رو ول نمیکنن که
بیان مثلا با VLF گوش بدن. خب VHF رو مثلا ول نمیکنن بیان با VLF گوش بدن. واسه همینم روی VLF عملا دیگه کسی فکر نکنم رادیو گوش بده، کسی فکر نکنم کار خاصی بکنه. میتونین روی تایم سیگنالا یا جمینگ انجام بدین یا مثلا خودتون اسپوفینگ و این کارا بکنین که مثلا الان میبینین ساعت 5 صبح دارم ازتون ویدیو میگیرم، اگه یکی همین الان بغل من مثلا لپتاپ من با تایم سیگنال کار بکنه و اونم بیاد اسپوف بکنه، میتونه القا بکنه که الان مثلا ساعت 10، ساعت 8، ساعت هر چیزی به غیر از اینه. خب اینو به درد اون میخوره عملا، یه دونه به درد گاراژ دور میخوره، یه دونه هم به درد همین ماشینایی که دور و برمونه میخوره. خب نرفتم تست بکنم، خدا وکیلی روی ماشینای ایرانی من نرفتم تست بکنم. اینطوری بوده که بگیرم سیو بکنم همونو دیگه ریپلی نکردم که ببینم واقعا کار میکنه یا نه. روی ماشین ایرانی یکی دوتاشو سعی میکنم از ماشین خودم و رفیقام و اینجور آدما اوکی بکنم و اجازه بگیرم ازشون تست بکنم. اگر جواب داد یا جواب نداد ویدیوشو به صورت شورت ویدیو داخل یوتیوب حالا یا جای دیگه قرار بدم براتون. فکر کنم تا همینجا بسته. اگر چیز دیگه هم نیاز باشه و من یادم رفته باشه که بگم توی ویدیو بعدی VLF اگر گذاشتم میام و میگم. واقعا VLF چیز خاصی نداره که بیام بهتون بگم، نهایتا همون باید برین چه میدونم رادیوی زیر دریایی گوش بدید. چون باقی چیزا ببین الان مثلا من از هوش مصنوعی بپرسم آقا الان ازش پرسیدم که این گاراژ اوپنرها و سویچ های ماشینا فقط توی VLF هن، برگشت گفتش که نه فقط توی VLF نیستن. خب عملا روی VLF همشون میگه که کار نمیکنن. VLF 3 تا 30 کیلوهرتزه، این 315 مگاهرتز الی 433 مگاهرتزه. خب الان این 315 تا 433 خیلی فراتر از VLF رسما میره very high frequency و ultra high frequency. خب اینجور چیزا. گاراژ دور اوپنر هم که دیگه رسما همونه، یه 15-20 تا این برون بره، چیز خاصی هم نداره. واسه همین توی VLF دور و بر من فکر نکنم گیر بیاد ماشینی که یا گاراژ دوری که با VLF کار بکنه، واقعا فکر نکنم گیر بیاد. ولی توی ویدیو بعدی که حالا میریم سراغ حالا HF و دونه بدونه اینا، همین عکسی که دیدیم واسه رادیو فرکانس، همین عکس رو قراره که دونه بدونه هر چیزی که داخلش هست، ببینید VLF LF MF هر چیزی که هست، خب دونه بدونه ویدیو بگیرم و توش بگم چه چیزهایی وجود داره که به درد من و شما میخوره و میتونه برامون جالب و جذاب باشه. خب واسه همینم هر کدوم از اینا یه ویدیو، یه بخش مجزا تو این دوره داره. البته ما به EHF و SHF نمیرسیم، حتی به نصفی از UHF هم نمیرسیم، چون الان من امکاناتی واسه اونا ندارم. یعنی تا شاید 1.2 گیگاهرتز مثلا بتونیم بریم، یه همچین چیزی مثلا 1 گیگاهرتز بتونیم بریم، این میشه تقریبا 1/3 UHF. خب تا اونجا میتونیم بریم، تا اونجا میگیرم. حالا بعدن که انشالله اگر تونستم استیار یا ترانسمیتر درست درمونی بگیرم، ریسیور خوبی بگیرم براشون، واسهتون ویدیو میگیرم، همیشه توضیح میدم. الان دیگه واقعا چیزی روی VLF و LF و حتی خود MF هم نداریم. از HF در واقع دوره ما درست درمون شروع میشه تا نصفی از یا 1/3 از UHF. سرتون رو درد نیارم، این ویدیو تا همینجا بود و اگر دوست داشتین لایک کنین، ساب کنین، اگرم نداشتین که خب میل خودتونه. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. بله، خدا نگهدار.